خب دوستای گلم سلام، به کانال خودتون خوش اومدید. همونطوری که قول داده بودم یه سری برنامه در مورد SEO یا Search Engine Optimization براتون در نظر گرفتیم. همین قسمت اول در مورد این هست که یه توضیح کلی در مورد SEO بدم خدمتتون، ببینیم که یواش یواش بتونیم یکم ذهنیت ها رو عوض کنیم، یک کوچولو بتونیم اطلاعات بیشتری بدیم و کمک کنیم که وبسایت ها و صاحب بیزنس ها بتونن وبسایتشون رو توی تاپ رنکینگ های گوگل یا سرچ انجین های مختلف رنگ کنن. من به عنوان مثال یکی از وبسایت های خودم رو آوردم اینجا که با هم بتونیم این وبسایت ها رو ببینیم و ببینیم که کلا وقتی در مورد SEO صحبت میکنیم یعنی چی. SEO یا همون Search Engine Optimization به این معنی هست که چطوری وبسایتمون یا محصولمون رو برای یک مرورگر توصیف کنیم که اون مرورگر بتونه درک کنه محصولمون یا وبسایتمون یا نوشتمون یا نیشی که توش داریم می‌نویسیم به چی ربط داره، در مورد چی داریم حرف میزنیم، چه بیزنسی هستیم و چه خدماتی ارائه میدیم. همینطور که میبینید این حالا یکی از وبسایت من هست تو حوزه ساخت و ساز کانستراکشن. من حالا یه دونه پلاگین مخصوص برای یه هدفی نصب کردم. اگر دقت کنید بعد اینکه این پلاگین رو فعال کردم یه سری نوشته اومد اینجا H3, H1, H2, H2, H4, H2, H2, H3, H2, H3, H2, H3 و همینجوری H2 های مختلف. این تگ های H2 H3 که میبینید در حقیقت توی وبسایت وجود ندارن، اینا بیشتر برای بک اندن، یعنی پشت صحنه. هر صفحه و هر وبسایت باید یک H1 داشته باشه یا هدینگ یک. هدینگ یک مهمترین شاخصه یه صفحه هست. هر صفحه بیشتر از یک هدینگ یک نمیتونه داشته باشه، بدون هدینگ هم نمیتونه باشه. H1 یا هدینگ یک که دیگه بعد این میگیم H1 بهش، توضیح میده که این صفحه از این وبسایت در مورد چیه. اگر توی هوم پیجتون باشیم H1 شما در حالت کلی داره توضیح میده که وبسایتتون در چه مقوله هستش. به عنوان مثال الان شما یه مطب دندانپزشکی تو تهران دارید، H1 وبسایتتون باید باشه بهترین مطب دندانپزشکی در تهران یا مطب دندانپزشکی تهران یا مجلل ترین مطب دندانپزشکی در تهران. اگر دقت کنید مطب دندانپزشکی تهران 3 کلمه ای هستن که توی تمام این هدینگ هایی که گفتم تکرار شدن و این کلید موفقیت شما هست. H1 شما دقیقاً باید توضیح بده که بیزینس شما در چه رابطه است. هر صفحه‌ای همونطوری که گفتم، چه هوم پیج باشه چه پیج های دیگه باشه، حالا مثلا یکی دیگه از پیج هایی که توی وبسایت هست، ببینید دوباره H1 یه دونه H1 حتما باید داشته باشه، بیشتر از یه دونه نه. H2 و H3 H4 H5 H3 H2 فرقی نمیکنه، ولی H1ش حتما فقط باید یه دونه باشه و باید بگی که توی اون صفحه در مورد چه
موضوعی دارید صحبت میکنید. حالا H1 تقریبا فکر میکنم که متوجه شدید که چیه. H2 زیر شاخه H1 هست، مکمل H1، یعنی در مورد هدینگ یک شما توضیح بیشتری میده. حالا من اینجا نوشتم که Welcome to Creation Builders، اسم وبسایت هست. Top Painters in Toronto. خواستم بگم که اگر توی H1 هم نوشتم Painters in Toronto، یکی از H2 هم Top Painters in Toronto، یعنی پینترهای نقاش های برتر در تورنتو. رفتم H3 و 4 یا H های دوم که میتونید تا جایی که میشه استفاده کنید از 2، 3، 4، ولی دوهاتون H2 هاتون باید خیلی ربط زیادی به H1 تون داشته باشه. یعنی نمیتونید چیزی که توضیح طولانی هست رو به عنوان H2 استفاده کنید مگر در شرایط خاصی که اون رو هم براتون توضیح میدم. ببینید هر H2 که دارم، مثلا هوم رنوویشن، ساخت نوآوری یا بازسازی خانه، درایوالرز، درایوال کردن، پینترز، نقاشی، بیسمنت فینیشینگ، بازسازی زیرزمین، کاندومینیوم پینترز، نقاشی آپارتمان، و زیر هر کدومشون توضیحشون داده شده با هدینگ تگ H3. هر کدومشون یه H3 دارن برای خودشون و هر کدومشون دقت کنید وقتی که به این شکل H2 ها رو درست کردن یه عکس هم بالا سرشون هست. حالا در مورد عکس یه برنامه جدا باید براتون بسازم. دوباره H2 یه H3 توضیح. H2 بعدی اگر دقت کنید کوئسشن یا سوال هست در مورد اون بیزینس. شما مثلا میرید تو گوگل سرچ میکنید که هزینه، مثلا گیریم شما یه مطب دندانپزشکی دارید، متداول ترین سوال دندانپزشکی میتونه این باشه که مثلا هزینه ارتودنسی چقدر. شما میتونید به خاطر متداول بودن این سوال این رو اینجا طرح کنید یا هر جایی تو وبسایتتون، صفحه اول، صفحه دوم، هر جایی، صفحه های مختلف میتونید یه صفحه فقط برای این سوال طرح کنید یا میتونید تو هوم پیجتون بذارید، فرق نمیکنه. و من هم دقیقا همین کار رو کردم و چون اون سوال یه سوال متداوله تبدیلش کردم به H2 و H2 هامو پرسیدم، با H3 ها جوابشون رو دادم. اینها خیلی خیلی مسائل مهمی هستن که بتونید ترتیب ها رو رعایت کنید. اگر اینها جا به جا بشن سرچ انجین یه کوچولو گیج میشه و درک نمیکنه که دارید چی رو توضیح میدید، چی رو میپرسید. اگر دقت کنید یه جاهایی با بولد تکست نوشته شده، اینها خیلی برای سرچ انجین مهم هست. حالا تو قسمت های بعد براتون بهتر توضیح میدم. و خب صفحه های مجازی که تو وبسایت های دیگه دارید اینا رو میتونید بذارید اینجا. شهرهایی که بهشون سرویس میدید یا تو اونجا لوکیشن های مختلف که دارید میتونید اینها رو هم اینجا بذارید. اگر مثلا ابزار فروشی دارید، ابزار فروشیتون توی تهران هست ولی سرویس ارسال به کرج رو هم دارید، سرویس ارسال به قم هم دارید، سرویس ارسال به فیروزکوه رو هم دارید، میتونید برای هر کدوم از اینها صفحه های مجزا با لوکیشن های مجزا بسازید. مثلا من الان مثلا رفتم روی صفحه اوکویل
اگر این پایین اینجا لینک نارنجی رو نگاه کنید میبینید که اسم وبسایت painters oakville ontario اسم استانمون هست. و مثلا اگر برم Whitchurch Stouffville نوشته painters Whitchurch Stouffville ontario. بومنویل برم painters بومنویل ontario. اوشاوا برم painters اوشاوا ontario. یه پت خاصی رو باید رعایت کنید که از طریق اون بتونید صفحه های متفاوتی برای شهرهای متفاوت درست کنید و این باعث میشه که شما بتونید توی اون شهرها و توی اون صفحه هایی که برای اون شهرها ساختید آروم آروم رنگ بشید. مثلا به عنوان مثال الان من رفتم توی یه شهری به اسم Whitchurch Stouffville Ontario. H1 Painters Whitchurch Stouffville Ontario. اسم پیج Painters Whitchurch Stouffville Ontario. H2 های مختلفش Residential Painting Services, Commercial Painting Services, FAQ یا Frequently Asked Questions سوالهای متداول. این رو هم من H2 گذاشتم که باقی H3 ها بتونن دیده بشن. Contact Info ایمیل ادرس اصولا Contact Info رو روی H2 نمیذارم ولی خب من توی این صفحه سعی کردم بذارم. یا یه شهر دیگه شهر آرورا Painter Aurora Home Painters Aurora Ontario. H2 Exterior Painters Aurora. H2 Drywall Installation Aurora و کانتنت های مختلف. این در مورد هوم پینترزشه. میتونیم بریم صفحه های دیگه. میگم پتی که داریم دنبال میکنیم را اگر نگاه کنید Painters Scarborough Ontario. Painters Scarborough Ontario یعنی اسم صفحه. H1 این دوتا سعی کنید جفتشون تو یه رنج باشه خیلی متفاوت نباشه. H2ش کلمه Painters Scarborough حالا اونتاریوش استان خیلی مهم نیست. یک کلمه پروفشنال اضافه کردیم یه قسمتی گذاشتیم که سرویس هایی که اینجا به مشتری داده میشه پینتینگ رزیدنشال، پینتینگ کامرشال، اینتریور، اکستریور. رزیدنشال دوباره اگر ببینید H2 سوال H2 سوال H2 سوال و دوباره اینتریور پینتینگ، اکستریور پینتینگ و H2 H3 همینجوری کانتکت داست. FAQ سوالات متداول، سوالهایی که پرسیده میشه. H3 H4 H3 H4 کانتکت فورم. و این استراکچر وبسایت شما باید کلا همه صفحه هاش همونطوری که گفتم یه H1 چند تا H2 که مرتبط به H1 باشن و H3 هایی که توضیح میدن H2 که نوشته شدن. این کل توضیحات شما توی هر صفحه خواهد بود. حالا بریم ببینیم اصلا این H1 H2 H3 اینا رو اصلا چطوری میشه انتخاب کرد، چطوری میشه پر کرد. من حالا توی این پلتفرمی که دارم بهتون نشون میدم توی وردپرس هست و با پلاگینی داریم کار میکنیم به اسم المنتور. میریم ادیت المنتور خیلی پلاگین راحتی هست برای اینکه بلاک های راحت و ویژوالی ساخته میشه.
این راحت میتونید عوض کنید، درست کنید. خب ببینید الان هر نوشته ای که اینجا هست من میتونم برم نوشته رو انتخاب کنم. نوشته رو توی بلاک هیدر درست کردم. حالا میتونم یکی هم این پایین درست کنم که ببینید اینجا میام یه بلاک اینطوری درست میکنم، میرم روش هیدینگ رو برمیدارم میذارم اینجا و تکستی که میخوام رو مینویسم. مثلا این رو تبدیل به H1, H2, H3 هر کدومشون که خواستم میکنم و این تبدیل میشه به اینی که اینجا داریم. بعدش دیگه توضیحات دوباره این H4 در مورد سرویس های مختلف صحبت میکنه. این حالا H3 هم کنیم بد نیست. شما میتونید نوشته هاتون رو هم به این شکل که میبینید انتخاب کنید، از پاراگراف یا پرفورمتد بردارید و مثلا H5 بش کنید. اصولا H1, H2, H3 بیشتر یه جمله دو جمله در میان. بیشتر از 2 جمله شد 3 جمله 4 جمله میتونید H4 و H5 رو استفاده کنید. ولی اگر دیگه طولانی تر شد ترجیح اینه که به عنوان پاراگراف استفادهش کنید، چون الان این سرچ انجینی که داریم با شما برنامه‌شو میسازیم گوگل خودش الان اونقدر باهوش هست که میفهمه این کانتنت یه سری کلماتی داره که به این H3 که این چه داریم مربوطه و خودش اینا رو درک میکنه. خلاصه این یه کوچولو توضیحاتی بود در مورد SEO قسمت اول. امیدوارم تونسته باشم یه کوچولو براتون توضیح بدم که استراکچر یه وبسایت چه شکلی باید بشه. ممنون. قسمت های دیگه برنامه رو هم امیدوارم ببینید. لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره.